خب الان که ذره حوصله اومد سر جاش صبحونه خوردم، بریم ببینیم که چی بپوشیم. تنها چیزی که تو این هوا آدمو نجات میده یه لانگ گشاد و خنکه. اناره اونجا. وای نه عاشق دادم. خب ما الان داریم وارد ابیانه میشیم. آره البته اینجا شمال، اینجا شمال ابیانه. اینا هم خیلی جالبه، مثلا یکیش مال خانوماست یکیش مال آقایون. از نوع صداش میفهمن که مثلا خانومی یا آقا. خیلی باحاله. اینجا رو میگن که اون وسط وایسی صدا دکور میشه. حالا ما نمیدونیم، اگه کسی تجربه‌ای داره خوشحال میشیم با ما در میون بزنید. خب دیدیم یه آب انبار بوده که تو مناطق مختلف، حالا میتونه کاشان باشه، یزد باشه، جنوب استان فارس باشه. بعد این هم توضیحاتش. بریم سمت ارگبن. سمت سابات.
الان اومدیم تالاب شادگان تو خوزستان. این تالابشونه، انقدرم هوا گرمه دقیقاً ما یاد همون خوزستان افتادیم. خب اینجا روستای کندوان رو داره نشون میده که تو آذربایجان شرقیه. خب ایرانگردی ما هم تموم شد و اکثرا کرجه که اینجا رو میشناسن، ولی اگر گذر که خود داستم بکرد حتما بیاین ایران کوچک. خیلی باحالیه، مثلا از شمال تا جنوب ببینید. و این کاری هم که ما اومدیم خب خیلی سرباز بود، قشنگ تونستیم همه دیگه فیلم بگیرید. مرسی که همراه بودید.